سلام دوستان، امروز آمدم آموزش فارسازی درآمد یوتیوب رو شما یاد بدم. از اونجایی که کشور ایران و افغانستان و پاکستان و خیلی کشورهایی که تحریم هستن درآمدزایی براشون غیر ممکنه و من امروز آمدم به شما یاد بدم که این درآمدزایی غیر ممکن را ممکن کنیم و فارسازی درآمد یوتیوب را به شما یاد بدیم. خب قبل از اینکه به شما یاد بدیم که چنل منو سابسکرایب کنید و دوستان یاد داشته باشید بعد از اینکه اکانتتون درآمدزاییش فعال شد باید حساب 2 مرحله‌ای هم فعال کنید که اگر ویدیوهاتون به بازدید بالا خورد و سابسکرایبتون زیاد شد اکانتت هک نشه و نپره. خب بریم آموزش بدیم. اول وارد گوگل کروم میشیم، بعد روی یوتیوب کام میزنیم داخل سرچ ها و وارد لینک اولی میشیم. بعد از اینکه وارد شدیم روی قدمای بالا میزنیم و یوتیوب استودیو رو انتخاب میکنیم و دوستان توجه داشته باشین برای بعضیا یوتیوب استودیو باز نمیشه و برن داخل گوگل همون اکانتی که میخوان باشون درآمدزایی کنن و فیلم داخل یوتیوب بذارن با اون اکانت داخل گوگل کروم بنویسن یوتیوب استودیو و درآمدزایی براشون میاد. بعد مینیسه درآمدزایی برای شما فعال نمیشه و روی چرخ دنده پایین میزنیم و کلیک میکنیم روی کانال. روی کانال که کلیک کردیم کشور محلی خودمون رو انتخاب میکنیم. دوستان توجه کنید بهترین کشور که میتوانید براش درآمدزایی خوبی هم داشته باشی و یوتیوب به شما شک نکنه کشور ایالات متحده است که هم سود خوبی داره هم یوتیوب نمیفهمه که شما یک ایرانی هستی یا کشورهای دیگه. خب کشور ایالات متحده رو که انتخاب کردیم روی گزینه سیو میزنیم که من الان دنبال ایالات متحده هم پیداش کنم. پیداش کنم بالاتر پیداش کردم و روی گزینه سیو میزنیم. بعد از اینکه روی گزینه سیو زدیم اکانت شما درآمدزاییش فعال میشه و برای اینکه بتونید پول در بیارین باید مشترکاتون به 1000 تا و بازدیداتون هم بالا باشه. دوستان بعد از این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که حساب 2 مرحله‌ای رو فعال کنید. همونطور که گفتم اگر به 50 تا لایک برسه این ویدیو من آموزش اونم براتون میذارم. خب دوستان تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.